انتخاب دوستان خصوصیاتی وجود دارد که ممکن است ما را به عقب بیاندازند یا روابطمان را تحت تأثیر قرار دهند. اما لازم به ذکر است که هر فرد دارای ویژگی‌ها و رفتارهای منحصر به فرد خود است و باید با احترام به تفاوت‌ها به ارتباط بپردازیم. اما در برخی موارد ویژگی‌های زیر ممکن است نشانه‌هایی باشند که بهتر است با کسانی که آنها را دارند دوستی نکنیم. سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. به کانال تغییر مثبت خوش اومدید. ما توی این کانال قصد داریم که شما رو وادار کنیم که احساس خوبی به زندگی داشته باشین و همیشه بدرخشین. ممنونم که توی این ویدیو همراهیمون میکنید. اولین نشانه بی‌اعتمادی، افرادی که به طور مداوم به دیگران و شرایط اطراف شکاک هستند و نمیتوانند اعتماد کنند. ممکن است ارتباطات رو سخت و پیچیده تر کنند و احساس ناامنی رو در دوستان خودشون داشته باشند. این افراد معمولا همیشه فکر میکنن که قراره یه خنجری از پشت بهشون وارد بشه. نشانه دوم، سوء استفاده، افرادی که از دیگران سوء استفاده میکنن. ممکن است به دوستی نیکو نباشند و در طول زمان به شما صدمه بزنند. بهتر است با کسانی که قادر به احترام به مرزها و نیازهای شما هستند رابطه برقرار کنید. سومین نشانه، افراد منفی بین هستند. این دسته از افراد همیشه حس نگرانی دارند. برخی افراد معتقدند که آنچه باید اتفاق بیفتد اتفاق خواهد افتاد، خواه شما نگران باشید یا نه. بنابراین در لحظه حال باید زندگی کنید. از پنهانکاری لذت میبرند و اینکه خیلی هم بدبین هستند. شاید شما برخی افراد را در دور و اطراف خود بیابید که به شدت خوشبین باشند. در مورد هر اتفاق و حادثه تنها جوانب مثبت را ببینند. اما بالعکس افراد منفی نگر به ندرت می توانند نتایج خوشایند و مثبت را مورد توجه قرار بدن. امیدوارم که این مطالب در انتخاب دوستان براتون خیلی کمک کننده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.